باشید بچه‌ها. امروز قراره یه چیز باحال ببینیم به نام مرتضی. مرتضی رو همه میشناسید ولی خب این پسرموشه. یه اسم براش انتخاب کن. جعفر. قراره تا آخر ویدیو با این جعفر باشیم. بچه‌ها یه دونه میشه بزنمش. عقده دارم ازش. دستو برم. آی. بریم واسه ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها مرتضی جعفر بچه‌ها جعفر. چقدر سیاه شد. نه بشوریم بدبخت. یا آخرین بریم. گفتی شستم. نه خراب میشه بشه. خراب میشه. مرسی محافظ. الان خراب شد. چه اسمه میشه؟ شکم شده دوش بگیر مرتضی. یعنی خود خری. سرم تا میگم سجاد تو روه بشه. سر اینکه جروبش کردیم سر اینکه چی بشیم صندلی بگیم نه سراتون باشیم صندلی الان مرتضی رو بر زیر مرتضی رو تمش یا مرتضی رو یه کاری کن درست کنم الان اون زبطی با سجاد. خب بچه چالش یه دومه تو سجاد توضیح میشم خودم من اصلا ازش خبر ندارم. بچه خیلی وقت براتون بذاشیم برای بریم رو زبط گند کشیم شد. بچه لایک کنین دنبال کنین بابا آروم باش زنگوله هم بزنین. بچه ما یه سری فیلم های ماینکرافتی چالش هم داریم. مرتضی آره خودش هم حرف میزنم. خب جعفر رو چرا این بریم کنیم؟ جعفر آجی مورچه باید سرم نه اینجا جعفر این چه کاری بود؟ پیدا نیست چرا این چه کاری؟ زیادی من نگاه کن مرتضی رو خوش کن. جعفر رو خوش کن. حالا جعفرم جعفره خدا جعفره. بچه سجاد یه هفته بود رفت بگم وایسا من یه نوع مش بهش بزنم. این مش بزنم آی برای چه صدا رو حالی انگوشتر رو سراخش کرد. بچه یه چیز راجع به جعفر اگر انگوشتر رو بزن اینجا فشار میره داخل سرمدادی میشه. نگاه با کله نیست بزن. آخ دوباره جعفر تصفیه مرتضی جعفر بود مرتضی بود. بچه یه نگاه نکن ترام خوردی. بچه الان چرا اینو بردی؟ نمیدونم همینجوری
بچه بیا فرو حالا بابا نشنگم نشست بذار بشینه در اون فراغت خود خوابید بچه خب یه توضیح میدی چالشو ساعت 6 دقیقه ویدیو شده خب درست تمیز الان چالش توالت نیاز نداری ردیف درست عالی چش حباس هوا بزا بچه الان یه کاری کرد توی نمیدونم واقعا خودش چیز بود یا نه نمیدونم نمیزنیم بسر گناه داره توالت ما کاری گناه داره جعفر ولی واقعا نگاه کن جعفر یه چیزی هر بری هم میبریش معلوم نیست و بریزیمش تو زمین یا علی مددی هستو معلومه؟ ایسا میریزه خوب معلوم نی نمیشه زور نزن انشالله شما دیده باشید سم خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید واسه مگه ویدیو تموم شد بله تا ویدیو بعد تا جعفر بعدی فعلا بای بای